این پیامی مستقیم خطاب به نیروهای مسلح و امنیتی ایران است. شما که لباس نظامی بر تن کرده اید تا از ملت ایران دفاع کنید و اینک در معرض یک انتخاب تاریخی قرار دارید. در روزهایی که مردم شجاع و متحد ایران در حال ساختن و نوشتن تاریخ هستند، پرسش من از شما این است که در کدام سوی تاریخ خواهید ایستاد؟ در کنار جنایتکاران یا در کنار مردم؟ مسئله دیگر این نیست که جمهوری اسلامی، این رژیم فاسد و سرکوبگر، سقوط خواهد کرد یا نه. مسئله فقط زمان سقوط آن است و آن زمان از همیشه نزدیکتر است. در این لحظه های سرنوشت ساز از شما انتظار دارم که به آغوش ملت بازگردید و سلاح خود را نه برای شلیک به مردم که برای حفاظت از آنها به کار گیرید. با این کار نه تنها به وظیفه ملی خود عمل خواهید کرد که از آینده خود و خانواده هایتان نیز محافظت خواهید کرد. 6 ماه پیش پلتفرم همکاری ملی را به عنوان کانال امن اعلام وفاداری به مردم برای شما ایجاد کردم. هزاران تن از شما در آن ثبت نام کردید. اینک با آغاز دوباره خیزش ملی ایران و حجم بالای درخواست‌های جدید، این پلتفرم ارتقا پیدا کرده تا اطمینان حاصل شود که هر یک از شما پاسخ فوری دریافت می‌کنید. اگر قبلا ثبت نام کرده اید و پاسخی دریافت نکرده اید، از شما می‌خواهم دوباره اقدام کنید. در حال حاضر همچنان تنها راه امن ثبت نام اسکن کردن QR کد در زمان پخش زنده از تلویزیون ایران اینترنشنال است. این آخرین فرصت شماست تا به ملت بپیوندید و سرنوشت خود را از کشتی در حال غرق شدن جمهوری اسلامی جدا کنید. سرکوبگران ملت و آنها که به سوی مردم گلوله میزنند مطمئن باشند که شناسایی و مجازات خواهند شد. آنها که در کنار ملت ایران بایستند مورد احترام و تجلیل ملی قرار خواهند گرفت. پاینده